امروز میخوایم فیلم بوی خوش زن با بازی درخشان آلپاچینو رو با هم دیگه تحلیل کنیم از منظر روانشناسی. بعضی آدم‌ها وقتی چیزی رو از دست میدن فرو نمیریزن، وقتی معنای زندگی خودشون رو از دست میدن فرو میریزن. Get on with your life, would you? What life? I got no life! I'm in the dark here! You understand? I'm in the dark! So give up. بوی خوش زن قصه مردیه که بیناییشو از دست داده، اما بحران اصلیش خیلی عمیق‌تر از نام. His name is Charles. You can say that, can't you? Charles. You know what this is, Randy? It's a Ranger chokehold. Teaching those second lieutenants. Colonel, let go, Little please. pressure. I bust your windpipe. Colonel, I don't care what he said to me, all right? Charles. Colonel, just let go, please. این فیلم درباره فروپاشی هویته. وقتی نقش اجتماعی، قدرت و احساس مفید بودن یهو از آدم گرفته میشه. فرانک اوسلید سرهنگ بازنشسته ارتشه، مردی که سالها هویتش با فرماندهی تعریف شده. توی روانشناسی چنین آدمی هویت نقش محور داره، یعنی من هستم چون نقشی دارم. با نابینایی این نقش فرو میریزه و وقتی هویت فرو میریزه روان وارد فاز سوگ میشه، نه سوگ یک آدم، سوگ خود سابق. فرانک دقیقاً توی همون مرحله گیر کرده. رفتارهای پرخاشگرانه که ما به صورت افراطی توی فیلم میبینیم از فرانک یک مکانیزم دفاعی شناخته شده است. خشم اینجا یک ابزاریه برای بقا و راهیه برای پنهان کردن احساس شرم، وابستگی و ترس از بی‌ارزش شدن. اون نمیتونه با تصویر جدیدی که از خودش شکل گرفته کنار بیاد. برای همین تلاش میکنه تصویر قدرتمند قدیمی رو با صدا، خشونت کلامی و کنترل افراطی زنده نگه داره. وسواس فرانک روی کنترل اتفاقی نیست. افرادی که توی زندگی دچار فقدان شدید میشن اغلب به کنترل افراطی پناه میبرن تا حس تسلط از دست رفته که توی زندگیشون دارن رو در واقع جبران کنن. For singing a song, and it's a great day. For moving along, and it's a great day. For morning to night, and it's a great day. For everybody's plight. حتی ایده خودکشی توی فرانک بیشتر از اینکه نشونه افسردگی کلاسیک باشه، یک مفهوم اگزیستانسیال خیلی نزدیکیه که بهش میگن بازپسگیری اختیار. مرگ تنها جاییه که هنوز فرانک میتونه توی اون تصمیم گیرنده باشه. ورود چارلی به زندگی فرانک از نظر روانشناختی نقش یک شاهد امر رو داره، کسی که قضاوت نمیکنه، تحقیر نمیکنه، اما عقب هم نمیکشه. توی این رابطه فرانک دوباره وارد موقعیت معنا میشه. با آموزش دادن، راهنمایی کردن و دفاع از چارلی اون دوباره احساس مفید بودن میکنه، چیزی که یکی از پایه‌های اصلی سلامت روانه. حساسیت شدید فرانک نسبت به دروغ و خیانت ریشه در تجربه زیسته خودش داره. اون به شدت به مفهوم شرافت وفاداره، چون این تنها بخشی از هویتشه که هنوز سالم مونده. و صحنه تانگو، فکر میکنم برای من نقطه اوج فیلم رقص تانگو بود.
از نظر نماد شناسی روانی در واقع این لحظه ادغام بود، لحظه‌ای که فرانک محدودیتش رو پذیرفت و به یک آدم دیگه‌ای اعتماد کرد و به صورت موقت به لذت زندگی برگشتش. فرانک توی این نقطه نه درمان میشه نه تغییر بنیادی میکنه، اما از اون حالت انجماد روانی انگار خارج میشه و این نقطه نجاتشه. فرانک زنده میمونه چون دوباره یه معنایی توی زندگیش پیدا میکنه، چون دیده میشه. و پیام فیلم هم دقیقا همینه که انسان‌ها با از دست دادن توانایی‌هاشون فرو نمی‌پاشن، با از دست دادن معنایی که توی زندگیشون قبل از دست دادن اون توانایی داشتن فرو می‌ریزن، که این میتونه حتی فارغ از این باشه که شما یه توانایی رو از دست دادین. معنا توی زندگی آدما میتونه معجزه کنه و از دست دادن معنا هم میتونه براشون کاملا نتیجه عکس داشته باشه. امیدوارم که از این تحلیل لذت برده باشید. خوشحال میشم نظرتون رو توی کامنت بهم بگین.